نمیره. من همین روز گرفتم تعمیر کردنیه. امجش زدگی است. تعمیر میکنیم رنگی نمایش هم میفروشمش میره. اینجا کارگاه رستم جان حضرت الله زاده، یک زاده تاجیکستان در شهر آمهی امریکا است. روزی کاری او از سر همین میزی کامپیوتر و نظارتی تورنماهای مزایده ماشین ها شروع می شود. حضرت الله زاده 27 ساله سال 2008 با هدف ادامه تحصیل به امریکا آمد. پس از ختم 2 صنف بالایی مکتب شامل دانشگاه تمپل شد. اما برای ادامه تحصیل مبلغی کافی نداشت و به جستجوی کار پرداخت. جستجوی کار او را به شهر آمه آورد. 1 سال در مغازه فروشی تلفن ها کار کرد. بعداً به حیث یاور استای تعمیر ماشین ها در این شهر به کار پرداخت. اکنون خود صاحب کارگاه تعمیر ماشین ها است و 5 نفر کارگر دارد. در یک هفته 4-5 ماشین تعمیر میکنیم. مشتری هایی داریم که ماشین هاشون رو اگر به یگان اکسیدنت فروین اگر میارن ما همجا ماشین ها رو تعمیر میکنیم. از اکسیون ماشین میخریم، از ماشین های زدگی رو میخریم میاریم. وقتی که تعمیر میکنیم از اینسپکسیون میگذرانیم و بازار میبرانیم. رستم جان حضرت الله زاده در حال صاحبکاری خود را پیش میبرد که پرزیدنت دونالد ترامپ با کار تامین کردن خود امریکایی ها را در اولویت قرار داده است. اما حضرت الله زاده میگوید شرایط کار و پیشبرد تجارت برای آنهایی که قانونی در امریکا کار و زندگی میکنند هیچ مشکلی ندارد. حجت داریم، کار میکنیم، نلاگویش رو در وقتش میسپاریم. مشتری ما همه وقت از ما خرسند است. یگان کامپلین نداریم. این مهاجر تاجیکی 10 سال باز در امریکا قرار دارد میگوید با شهروند این کشور خانه‌دار شده و صاحب فرزند شد. او آینده خود و فرزندانش را پیوند با امریکا می‌بیند. سال 14 من گرین کارتم رو گرفتم. اویلم هم همینجا است. فرزندار هستم. فرزندم 18 ماه است. نامش زکریا. بازی من به شما صورتش نشون میدم. فرزندی من است. 18 ماه شد. انشاءالله دیومش پیدا میشود. با وجود کار و زندگی در امریکا حضرت الله زاده میگوید ارتباطش را با تاجیکستان نکنده است و سری چند وقت به والدین و پیوندانش کمک‌های مالی میفرستاند. خبر و حادثه های تاجیکستان را نیز از تورنماهای آژانسی های خبری پیگیری میکند. پس از 10 سال غربت تابستان آینده نیتی سفر به تاجیکستان را دارد.